قراره که توی جلسه امشب در مورد نکات مربوط به ریدینگ با هم دیگه صحبت بکنیم و چالش هایی که قراره شما باشون روبرو بشید. اولین مورد اینه که ما قبل از اینکه بریم سمت خود ریدینگ های آیلز باید جنرالمون رو به طور کلی، یعنی ریدینگ در قسمت جنرال رو باید تقویت بکنیم که این کارهایی که دارم بهتون میگم و انجام بدین کامل میشه. اولین مورد این که read extensively to improve your comprehension. به این معناست که شما باید بتونید درک مطلبتون رو تقویت بکنید. حالا ما به دو صورت این کار رو انجام بدیم. مورد اول اینه که ما میایم یک متن جنرال ریدینگ رو به طور کلی از اول تا آخر میخونیم بدون توجه کردن به لغات و عباراتی که توی اون ریدینگ هستش. سعی میکنیم که یک برداشت کلی به دست بیاریم. این یک مورد از درک مطلب هستش. مورد دوم اینه که یه متن دیگه میاریم به صورت پاراگراف به پاراگراف مطالعه میکنیم. هر پاراگراف رو که خوندیم بالاش در حد 3 یا 4 کلمه مینویسیم که این پاراگراف در مورد چه چیزی بوده. این دو شیوه از کار کردن بر روی متن‌های ریدینگ ها میتونه به صورت کلی درک مطلب شما رو تقویت بکنه. پس اولی این بود که متن رو به صورت کلی از اول تا آخر میخونم و یه برداشت کلی به نسبت کل متن بدون در نظر گرفتن کلمات و لغات به دست میارم. دومی اینطوری که به صورت سینگل پاراگراف میرفتم جلو، هر پاراگراف رو مطالعه میکردم، در حد 3-4 کلمه بالاش مینوشتم که این پاراگراف چی داره میگه. قسمت بعدی بحث لغات جدیدی هستش که ما داریم توی این متن‌ها می‌بینیم. کاری که به صورت روال صورت میگیره اینطوریه که شما لغت‌ها رو میایین به طور کلی توی دفترچه هاتون یادداشت می‌کنین. می‌بینید که مثلا از هر تکستی که بوده مثلا 67 کلمه به دست اومده و این خودش یک مسئله خیلی مهمه، چرا که این کلمه ها بعداً دوباره خوندن میخواد، بررسی کردن میخواد، اینا که یکم داستانه و اذیت میشید به طور کلی. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بیاین ارتباط بین کلمات با سوال رو در نظر بگیرید. مثلا برین سوال ها رو نگاه کنین، ببینین که مثلا چه کلمه‌ای به جای چه کلمه‌ای اومده. مثلا توی سوال از کلمه کیپ استفاده کرده، شما میای توی متن نگاه میکنید که به جای کیپ چه کلمه‌ای اومده، مثلا پریزرو اومده. این دو تا کلمه رو میایین توی دفترچه‌تون یادداشت میکنین که تو متن‌های بعدی اینا دوباره تکرار میشن. این بهترین راه کار کردن برای بحث وکب هستش، ولا اینکه در کنارش یک سری کلماتی که خیلی زیاد بگیم به قول معروف خیلی زیاد تکرار شده یا مثلا کلمات ریلیتد هستن رو هم پیدا بکنید. این هم میتونه کار خیلی خوبی باشه. قسمت بعدی بحث تایم سیوینگه. یکی از کارهایی که من برای این قسمت به بچه ها توصیه میکنم انجام بدن اینه که بیان متنهای جنرال رو از اول تا آخر بخونن، فقط در کنارشون یه استاپ واچ هم داشته باشن، یعنی یه تایمر داشته باشن که این تایمشون رو بگیره. هر دفعه که این متن رو مطالعه میکنن از اول تا آخر تایمشون رو داشته باشن، ولی خب کلمات جدید و معنی و اینا رو نباید در نظر بگیرید. مثلا بگیم یه متنی که مطالعه میشه 4 دقیقه و 50 ثانیه طول میکشه، مثلا دارم میگم، همون متن رو دوباره از اول میخونی، تایمر رو صفر میکنی و ببینی که مثلا این تایم 4 و 50 ثانیه میشه 4 و مثلا 35 ثانیه یا نه. شما 15 ثانیه‌ای که پیشرفت میکنی 15 ثانیه در کل بالا رفتن سرعتتون هسته. شما فکر کن هر پسیج یا هر متنی رو 3 دفعه یا 4 دفعه این کارو بکنی، خب به طب یک سری کلمات توی چشماتون سیو میشه، ذخیره میشه و بعد دیگه دفعات بعدی که بخواید ریدینگ رو مطالعه بکنید سرعتتون بای دیفالت رفته بالا. قسمت بعدی بحث academic texts هستش from different news pages or articles. شما میتونین که برین متن‌های آکادمیک که متفاوت توی موضوعات متفاوت مطالعه بکنین. من بهتون توصیه میکنم که خیلی زیاد سمت کتاب داستان و شورت استوری و اینجور چیزها نرید فعلا توی این بازه زمانی که شما قرار امتحان آیلتس بدین. خودتون رو با متن‌های آکادمیک یا خبرها تو لول‌های پایین کار بکنید و خودتون آماده کنید. مثلا برین لول 3
نیوز این لولز رو مطالعه بکنید. اونجا مثلا خیلی چیزهای خبری وجود داره که لول بندی هم شده، شما لول 2 یا 3 رو مطالعه بکنید، یا مثلا بریکینگ نیوز انگلیش رو برین چک بکنین، بعد متنها رو تو لول 2 یا 3 مطالعه بکنید. باز هم هر چقدر لول پایین تر باشه خب متن هم ساده تر و دم دستره که شما اگه این کار رو انجام بدین باعث میشه که سطح زبان جنرالتون تقویت بشه.